مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می‌نماید. سوره فاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ستایش فقط سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است، آن بخشاینده‌ای که با رحمت است، همو که مالک روز حسابرسی است. ای خداوند بزرگ، فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن، به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و حیرانند. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.